حالا تو این بشقاب رو تموم کن یه کارش میکنی همه هتل همینجوری همه چی با هم میگیری آخه کی نارنگی با انگور خورده؟ مگه ماست و ماهیه؟ شالیدار این بشر اقتصادی است تا غذای بعد از ظهر شامل میخوره چرا؟ بچه بارونی اوه سیامک همه جا بارون خیزه ببین چی شکار کردیم ببین چی شکار کردیم چه خبر است پیاده روی تنهایی پاییزی وان شهر پاییزی فوق‌العاده خیلی زیباست هوا 2 نفره بود ولی من خودبسا 1 نفره بودم ویدیو هم گرفت بچه ها خب قابل پخش نیست بچه فقط همینو بدونید نه تو دیسکو داره خاطرات دیشب آقا از دنس یه نفرتون هم ما ویدیو گرفتیم جدی؟ بچه خیلی اصلا حس کردم با رقصه طرفدار پیدا کردی ها چرا شاگرد خصوصی هم میگیرم موزیک با ایشون نه موزیسیانه خیلی 7-8 تا ساز میزنه ما شیرین ساز بادی هم میزنیم ما همه نوع ساز میزنیم یه چیز جالب اینجا گردوها زیر بارون مونده مثلا خیلی عجیبه مثلا ما گردوها رو معمولا خوش میکنیم خوش مصرف میکنیم اینجا زیر بارون شدید اصلا کاری هم باش نداشتن مونده اینجا خیسم شده سلام خیلی مخلصیم صدای ما رو میشنوین از شهر زیبای وان من مجتبی حبیبی دارم براتون ویدیو ضبط میکنم که بگم اینجا خیلی زیباست خیلی باله آها من افغانی هم بودم گفتم در جریان باشین دوستان یک برف خیلی زیبای اون بالا اومد دوربین به سمت برف آقا صحبت میکنم لا قشنگ گزارشته میگه دوربین به سمت برف بله یک برف بسیار زیبایی اومده آره من اینجا هلوم به نام خدا من هول وایمه چه خبره اینجا چه خبره من هول وایمه برای این کارا رو نکنین میشه من جنبه این کارا ندارم نکنین این کارا رو درست آدم معروفی هستم ولی دیگه جنبه این همه صحبت ها رو ندارم به قرآن من 100% اصلا شک نکنین که شادمه بهترین خواننده ایرانه والا من هیچ کدوم از آهنگاش گوش نکردم تا حالا ولی میدونم بهترین خواننده ایران میتونیم میتونیم کار کنیم که لیلا بخونه 100% من کاری میکنم که شادمه توی کنسرت خودش آهنگ لیلا بخونه به عشق آقا عادی آقا مبین اصلا شک نکنین که شادمه رو همه ما قلبی دوست داریم مجتبی حبیبی خبرنگاری اعزامی روم نه ببخشید وان کتونیای ترک عمده فروشی یه جای اومدیم که فقط ببینیم کارش کفش و کتون آقا مجتبی نقد و اقساط چکم میپذیرم مجتبی جان نقد و اقساط چکم میپذیرم داداش پاییز کجا بیشتر میچسبه ترکیه یا ایران اصلا ترکیه لباس پاییز نیست کدوم میشه نمیشه لخت پتی اینو خوب گفت انصافا باید ترکا همشون پشمالو میان بیرون ولی ایرانی ها فقط لباسای لخت پتی میپوشن شوک چیزی یعنی بیرون فقط شلوار کنه میدونم دامن کوتاه چدی یخ دلینی بیرون مجتبی این چیه این نمیشه گفت ناموسن نمیشه گفت این نظرات خاصی نسبت به ندارم نتونم شوخی کنم نتونم سجو بچه ها سجوه جون چه سجویی دا روده گوسفند پر میکنن هادی موسوی با نقی معمولی هیچ فرقی نداره تو شهر ترکیه داره میره وای چه سمی یک نفر از اون وقت خیابونش میمونه هادی
رفت حداقل شام مونده پیشش همین. یعنی ما 10 تا برنامه تو برنامه چیدیم باز عوض کردیم، همش داریم دنبال هادی میگردیم. هر کی میبینه از اون بخیم خدا نکنه جنسش یه ذره مؤنث باشه، هیچ چی دیگه. یا علی جمعش کن. کی هادی جمع هادی بمون، هادی بمون. هادی بهترین رفیق ما. انقدر این بشر خوبه، دوست داشتنیه، تو دلبروه، اصلا همه باهاش ارتباط میگیرن. هادی خوش میدونی نباشه، انقدر تو دلبروه همه باش. هادی نباشه من نیستم انگار. چه ویوی داره روبرو. بی تربیت. بگش پایین. داداش پرچم ترکیه رو میگه قرمزه. چی میگی تو؟ فکرت خرابه. اصلا منظور تو به اون خانومی که اینجوری کرد؟ اینجوری کرد. چی تو دستشه؟ در جریان هست. در جریان هستی. به به. چه هوایی. من یه گیمبال بگیرم. پاره میکنی خودت تو. همه زخمی میکنم. نه بابا چت خوبه، چت خوبه، کوچه چت ولی با آدمش من این رجبی این یعنی تو شبکه 1 شبکه 2 شبکه 3 شبکه 4 شبکه 5 تهران فلان همه شبکه ها بودی، تو کف خیابونه ترکیه هم تو باید باشی. رجبی لعنت به تو. دیدی دیدی دیدی. تو خودت اینو مسخره می‌کنی؟ کی مثلا؟ احوال شما خوبین؟ سلامتین؟ قربون شما برم. سلام، خسته نباشید. کنسرت بچه‌ها رو دور از جناب سگ بگو. چه رسادی؟ چرا مثل سگ؟ لباسات داره اینجوری کار آره یه در شهر غریب بست هادی رسادلش کن ببینیم ناقصم که هادی رس. ببین من یه چسب زخمی خوبه که بخیال همون یه پرچم ترکیه اینجوری بگیر آویز کنی از خودت قشنگه. این کوچه خوبه. محلی کار مرغ محلی مرغ چند لیر؟ فروش نیست؟ ای بابا آقا لوکیشن از این بهتر؟ یاده شما دیگه اوه داداش بکش شاید نفت در بیاد. بزنم نفت در بیاد اینا نورش خوبه. چرا یخ کلیپشون تموم شد؟ آره هایپا رسید به من هادی. مستی کجا بود؟ باشون میشم خشکور خیلی خالی آب معدنی میخورن خودشون سرگیجه میگیرن مثل من که. بزن ردبول بزن داداش مستی قشنگه ولی با دلبرش. جون این ویدیو گرفتم اینجوری تا بسمش میام مستی قشنگه فلان اینا. دلبر تصمیم گرفتیم ما هم یه دونه ویدیو بگیریم تبلیغات تور ابی آذرما. یه کنسرت ابی الان میخوام ابی یه دونه با هنگبی الان میخوایم بریم ویدیوشو میذاریم. دمتون گرم. برو نه بابا ترکیش کن اصلا من بچه ها به صورت امنیتی داشتیم یه ذره ریز باشون شوخی میکردیم که های تکسان های دیدی؟ هرچی خارجی میبینی باید انرژی داشته باشی. اوه هلال احمد سیامک درویشی بیا اینجا. سیامک درویشی 60 بیار اینجا. به این مچ زد دیگه. وای اسمش سیامکه؟ اسمش سیامک میگیم سیامک چه خاطراتی داشتیم. سیامک دست بشکسته مامان من میره همینجا بازو مامان الان در بیمارستان مامان من میره بره دست گلی بایه مامان من میره همینجا بازو بره دست گلی بایه مامان من میره همینجا بازو سیامک پیش چه کاری بیا کردی خدا پیش چه کاری بیا کردی سیامک. هادی اینو فردا بریم. نگاه کن فقط 5 تا مرده من و تو سیامک و مجتبی و 2 نفر دیگه نمیشه تا آخرش کن. نگاه کن
وای خیلی خوب میشه. کات میکنم 5 نفرشو میذارم. عادی ماشین اجاره کنیم. مثل اینا درآمدزایی این کوچه خوبه. از میگفتم خوب میگفتن نه. مثل اینا درآمدزایی اینا این ماشین بعد اونجا بلیط چی میشه؟ 100 برابر پول ماشین داره. $100 100 لیره. نفر چند لیره؟ 100 لیره. خودش یک دین برای 100 لیره. بعد اون دیشگاه کنی 100 لیر. آره. تو یک ماه مثلا میگم مثال دارم. من اگه یک درس کل میلیون فرستم پول ماشین رو دست کنم آخری رو میذارم. مشتبه اونجا بوده بخش‌های مثلا جشن بخت آزمایی شانسیه دیگه. آقا این کدا توش پوله مثلا کدا جایزه کد مثلا 32 یک جایزه بالا یه بچه اینجا واسه حمایت از مردم فلسطین کمک جمع‌آوری میکنن و ببینید دیگه میدون اصلی شهر معمولا تجمعاتی که شکل میشه. مشتبه معصومی نژاد روم خبرنگار اسلامی سیمای ساری پهنکلا روم چیکار کرد؟ گوشی خودش این شد چیکار کرد؟ گوشی خودش این شد اسکوی فستا اسکوی معروف به فستا این خویی بسا به موقع رسیدی به موقع رسیدی بابا خلوت عکساتونو بگیرید کاس خبری باشه یا حیات وحش دوباره بگیر ما راضی نشدیم دوباره بگیر برو چه کرد I'm